در دنیای ماورا همیشه صحبت از موجوداتی میشه به نام جن. شخصیت ترسناک خیلی از داستانها و رویاها. اما ای کاش همه اینو بدونن که جن نه رویاست و نه داستان. یک واقعیته. بله، واقعی ولی ترسناک. دوستان و همراهان عزیز کانال، اگر شنیدن داستان‌های واقعی رو دوست داشتین لطفاً کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید و با لایک و کامنت های خوبتون از کانال ما حمایت کنید. تو کوچه ما بعد از ظهرا که میشه خانوما میان دم در و با هم دور هم جمع میشن و هر کسی از هر چیزی که دوست داره حرف میزنه. هر کی داستانی تعریف میکنه. یکی از پسرش میگه، یکی از دخترش میگه، یکی از بدهکاریا میگه و خلاصه هر کسی یه حرفی میزنه. ولی دیروز داستانی شنیدم که برای من خیلی جالب بود و دوست دارم شما هم بشنوید. خانمی تعریف میکرد و میگفت مادرم میگه سالهای خیلی دور، زمانی که هنوز برق به روستا نیومده بود و تنها روشنایی خونه ها چراغ گرسوز قدیمی بود که با نفت میسوخت، برادرت تازه ازدواج کرده بود و با زن و داداش تو حیاط خونه ما زندگی میکردن. تنها دارایی ما تعدادی گوسفند بود و یک زمین کشاورزی که گندم و جو می‌کاشتیم. پدر و برادرت برای چروندن گوسفندا به بیابون میرفتن و تو گرمای تابستون که هوا خوب بود شبا اونجا میموندن. صبح با گوسفندا برمیگشتن به ده. اما یه شب که شب از نیمه هم گذشته بود دیدم پدرت هراسون به خونه برگشت. اینقدر ترسیده بود که خیس عرق شده. ترسه بیش از حد پدرت باعث شد منم دست و پامو گم کنم. نفهمیدم چطور از جا پریدم. به طرفش دویدم و گفتم چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ گرگ به گله زده؟ سالمی؟ اصلا پسرم کجاست؟ اتفاقی واسش افتاده؟ یهو پدرت با صدای بلند فریاد زد نه. چرا انقدر سوال میپرسی؟ وارد خونه شد. گفت عروسم کجاست؟ گفتم تو اتاقش خوابیده. گفتم اصلا معلوم اینجا چیکار میکنی؟ اونم این وقت شب. گفت تنها خوابیده؟ گفتم خب معلومه. آره، مگه قرار بود کس دیگه ای هم پیشش باشه؟ گفت برو بیدارش کن بیاد. منم که دل تو دلم نبود فقط میپرسیدم چی شده؟ نمیخوای بگی؟ گفت برو بگو بیاد خودت میفهم. رفتم اتاق عروسم. خیلی آروم صداش کردم که نترسه. چشاشو باز کرد. گفت چیزی شده مادر؟ گفتم نه دخترم. یه لحظه میای؟ طفلکی از جا پا شد و دنبال من اومد. بعد دیدن پدرت دقیقاً اونم مثل من یهو شوکه شد. گفت برای شوهرم اتفاقی افتاده؟ تو رو خدا راستشو بگو. پدرت رو کرد به زن داداشت و گفت عروس برو بخچه لباس عروستو بیار ببینم. زن داداشت نگاهی کرد و منم یه شونه بالا انداختم. با تعجب پرسید بخچه لباس عروس؟
این وقت شب پدرت که از شدت ترس نمیدونم عصبانی بود، نمیدونم ترسیده بود، گفت کاری که گفتم و انجام بده. زن داداشت رفت و بخچه لباس عروس رو آورد. گفت بفهمی اینم لباس عروسم. پدرت بخچه رو باز کرد و لباس عروس رو بیرون آورد. بالا گرفت. یهو برقی از نگاهش پرید و سکوت عمیقی کرد. ما هم نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده. لباس از پدرت گرفتم و چند بار بالا پایینش رو نگاه کردم. سری تکون دادم. گفتم میگی چی شده؟ دیوونمون کردی نصف شب. پدرت رو به زن داداشت کرد و گفت عروس چرا سر بخچت رو سنجاق نزدی؟ زن داداشت جواب داد مادرم همینجوری با گره گذاشته تو جهازم. منم که دیگه عصبانی شده بودم به پدرت گفتم چرا درست حرف نمیزنی؟ نصف شب از بیابون اومدی همینو بپرسی؟ دل ما رو ترکوندی. همینو نمیتونستی صبح بیای صبح از ما سوال کنی؟ از نگاهش ترس و استرس میبارید. بعد کمی سکوت گفت دیشب بعد اینکه گوسفندا رو جای همیشگی تو بیابون خوابوندیم با پسرم یه آتیشی روشن کردیم و دور آتیش نشستیم. تازه میخواستیم چایی بذاریم که یهو 2 نفر به طرف ما از دور داشتن میومدن. رو به پسرم کردم و گفتم این وقت شب اینا کیان؟ تو بیابون چی کار میکنن؟ اومدن نزدیکتر. چند لحظه ای رو با سکوت کامل به من و پسرم نگاه کردن. منم از ترس اینکه نکنه اینا راهزن باشن سکوت کرده بودم، هیچی نمیگفتم. یهو پسرم رو به اونا کرد و گفت سلام. اونام یه سلام خیلی ترسناکی به ما دادن و گفتن پاشیم بریم عروسی. بریم عروسی ما. اونجا چاییتون رو بخوریم. شامتونم همونجا میخوریم. یه نگاهی به پسرم کردم و با سر یه اشاره‌ای کردم و گفتم اینا کیان؟ چی میگن؟ وسط بیابون عروسی؟ به یکی از اون مردا گفتم ما بیایم. این وقت شب تکلیف گوسفندامون چی میشه؟ گفت آقا پیش گوسفنداتون این یکی میمون. شما پاشین با من بریم. با اصرار خیلی زیاد ما رو با خودشون بردن. آره انگار راستکی عروسی بود. صدای ساز و دهلشون به گوش میرسید. دیگه داشتیم ما هم صدای عروسی رو میشنیم. پسرم با تعجب یه نگاهی به من کرد و گفت نه مثل این که بابا راستی عروسیه ها. یه عروسی هم افتادیم. به مرد گفتم شما اهل کدوم روستایین؟ این طرف ها که روستایی نیست. گفت ما دوره گردیم. عشایر. منم باورم شده بود. صدای ساز و دهل خیلی قشنگی می اومد. از دور اهالی عروسی دیده می شدن که همه دارن دور هم می رقصن. منم که دلم لک زده بود برای عروسی حالم خوب شد. به قول خودمون داشتم کیف می کردم.
من و پسرم رفتیم قاطی اونا شدیم و نشستیم و شروع کردیم به دست زدن. چایی آوردن خورد. بعد نوبت شام شد. قبل شام گفتن عروس خانوم میخواد با آقا دوماد برقصه. اومدن وسط و شروع کردن به رقصیدن. یهو یه چیزی توجه منو جلب کرد. لباس عروس تن عروس خانوم. خیلی به نظرم آشنا اومد. انگار یه جایی دیده بودم. ذهنم مشغول لباس بود. شام آوردم. ضمن اینکه داشتم با دست غذامو میخوردم، زیر چشمیم به لباس عروس نگاه میکردم. هی با خودم میگفتم من این لباس رو کجا دیدم. یهو یادم اومد. اون لباس عروس خودمه. آره، اونو من تو عروسی پسرم تن عروسم دیده بودم. به یه بهونه‌ای رفتم نزدیک عروس و دوماد شدم و دستای روغنیمو به روی لباس زدم. با خودم فکر کردم برمیگردم خونه میبینم. اگر لباس روغنی بود که حدس من درست، ولی خدا کنه که اشتباه کرده باشم. همینجا پدرت صحبتشو قطع کرد. از جا پا شد و لباس عروس رو بالا گرفت و به ما گفت خوب نگاه کنی. یهو دیدم پشت دامن لباس جای 5 انگشت روغنی دیده میشه. یه ترسی تموم وجودم رو گرفت. زنداده شد که از حال رفته بود. لکنت زبون گرفته بودم. گفتم چطور ممکنه؟ نمیتونستم باور کنم. آخه هیچ وقت هیچ باوری به وجود جن نداشتم. نمیخواستم قبول کنم که جن در دنیای واقعی وجود داره. ولی متاسفانه درست بود. پدرت گفت یادتون باشه تازه عروس نباید تنها بمونه. از قدیم تو روستامون رسم بوده. هر جایی تازه عروس میخواست بره با خودش یه تیکه آهنی ور میداشت. همیشه سر بخچه لباسای عروس رو سنجاق میزدن. چرا شما این کارو نکردی؟ جن همیشه از آهن میترسه و باعث فراریش میشه. الان هم برو سر بخچه لباسا رو سنجاق بزن و دیگه عروسمون رو تنها نذار. دوستان گلم، یادتون باشه که دنیای اجنه یه حقیقتیه که وجود داره و این داستانی واقعی بود که فکر کردم شنیدنش برای شما هم جذاب باشه. برای شنیدن داستان‌های واقعی دیگه لطفاً کانال ما رو با لایک و کامنت های خوبتون حمایت کنید. تا داستانی دیگر، بدرود.